مرکز آب و هواشناسی تاجیکستان روز 23 ایون گفت که بنا به پیش بینی آنها تا یک هفته دیگر در کشور هوا از 35 تا 41 درجه و بیشتر از آن گرم خواهد شد. این هم در حالی است که گرمای هوا در چند روز اخیر بیشتر به کارمندان عرصه کشاورزی که در صحرا کار میکنند آسیب می‌رساند. مریم سعدالله و زنی 56 ساله از کشاورزان سابقه دار در جماعت دهات گلستان در شهر سربند است که امروز کار را از ساعت 5 صبح همراه دو دختر و شوهرش آغاز کرده است. در همینجا کاری که داریم همراه فرزندان این مثال خیش تبارمون انجام میدیم. یک دو روز میشیدیم بگیم ده این کم تری دیگهش مونده. سیراجدین دولتوف کشاورز دیگری از ناحیه شهر توز می باشد که میگوید در 1 هکتار زمین شالی می پرورد و میگوید بیشتر سری کار فکر نمی کند و حتی به ضرر و آسیب نورهای آفتاب در این گرما اهمیت نمی دهد. خیلی وزین تره خیلی تشنه میشیم گرمی هوا تو ساعت و 10 کار میکنیم. در همین حال سوال مطرح این است که آیا کشاورزان در فصل گرما از امتیاز برخوردار هستند یا خیر؟ صنوبر سمیزاده رئیس شهر سربند به پاسخ این سوال به رادیو آزادی گفت که حتما کشاورزان در روزهای جشن و معرکه‌های مهم قدردانی خواهند شد. اتفاق کسبه ولایت ختنا میگوید که همه ساله با آغاز کارهای کشاورزی آنها به شرایط کشاورزان خصوصا در گرمای هوا آشنا میشوند. اما رحمان علی دولت و حقوق شناس اتفاق کسبه ولایت ختنا میگوید که هرچند در کودکس مهنت فراهم کردن شرایط خوب و مساعد برای کارگران بخصوص در گرمای تابستان ذکر شده است، اما این نقطه نه همه وقت اجرا می شود. اما در ولایت ختلان حدود 7000 خواجگی دهقانی فعال است و کار میکنند که اکثریت آنها خود مبلغ گذار هستند و محض به همین سبب نمی توانند که از کسی طلب جبران گرمای هوا را کنند.